با مناسبت زادروز جناب عالی محترم امامعلی رحمون به نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت از سران دولت‌ها و حکومت‌های کشورهای خارجی، راهبران سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی، اینچنین خادمان نمایان دولتی و جمعیتی نامه‌های تبریکاتی وارد می‌شوند. محترم امامعلی شریفوویچ، تبریکات صمیمی مرا به مناسبت زادروزتان قبول فرمایید. شما با فعالیت خود چون راهبر دولت به احترام صمیمی هموطنان و خارج از کشور به آبروی بلند نائل گردیده اید. زیر راهبری شما تاجیکستان در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی کامیابی‌های نظر است به دست آورده، پیوسته موقع خود را در عرصه بین‌المللی مستحکم کرده ایستاده است. شما در توسعه مناسبت‌های شریکی استراتژی و همپیمانی بین کشورهایمان سهم شخصی بزرگ دارید و ما البته کاری فعال مشترک را عاید به مسائل عمده روزنامه دوجانبه، منطقوی و بین‌المللی ادامه خواهیم داد. باور دارم که معاشرتی در پیش ایستاده ما در دوشنبه سازنده و باثمر خواهد بود به گسترش منبعی تمام مجموعه رابطه‌های برای روسیه و تاجیکستان سودمند، همچنین تحکیم اتحاد دولت‌های مستقل مساعدت خواهد کرد. با شما صحتمندی بردوام، سعادتمندی و رفاه و دستاوردهای نو خواهانم. پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمون، شما را از صمیم قلب تبریک نموده بهترین تمنیات خود را ارسال می نمایم. امسال ما دو جلسه اول در استانه، بعد از آن در پکین انجام دادیم. با یک سلسله تفاوضات نائل گردیدیم. نقشه رشد مناسبت‌های شریکی جامعه استراتژی میان چین و تاجیکستان را در عهد نو معین نمودیم. من به رشد مناسبت‌های چین و تاجیکستان توجه زیاد ظاهر می‌نمایم. دوستی عمیقم را با شما قدر می‌کنم و آماده‌ام که با سعی و تلاش مشترک با شما به تعمیق و تحکیم پیوسته همکاری دو کشور مساعدت نموده، جامعه تقدیر یگانه چین و تاجیکستان را با محتوای غنی‌تر پر نمایم. با شما سلامتی، بردوام، موفقیت و در رسالت عالیتان دستاوردهای نو تمنا دارم. رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پینگ. به انتها شدم که شما را با جشن فرخنده زادروزتان از صدق دل صمیمانه تبریک می نمایم و تمنیات نیک را ابراز می دارم. در ازبکستان شما را همچون ارباب برجسته دولتی و سیاستمداری با تجربه که با احترام و قدردانی بزرگ شناخته شده اید خوب می شناسند و ارج می گذارند. اصلاحات گسترده و کارهای بزرگ سازندگی که در جمهوری تاجیکستان عملی می گردند، برنامه‌های سودمند که با پیوسته بلند برداشتن سطح زندگی مردم نگرانیده شدند، اینچنین افزایش بیمیلان آبروی و نفوذ کشور در عرصه بین‌المللی بی‌شبهه بواسطه با نام شما وابسته می باشند. دلیل روشن این اندیشه من دستگیری فعالانه جامعه بین‌المللی از تشبس‌های مهمی پیشبری نموده شما که اهمیت منطقوی و جهانی دارند می باشد. اطمینان دارم که با تلاش‌های قطعی مشترک، همکاری گوناگون جنبه و درازمدت در روحیه شریکی استراتژی و همپیمانی منبع نیز با سرعت رشد نموده با پیشرفت و شکوفایی عمومی مردمان برادر ما مساعدت خواهد کرد. محترم امامعلی شریفوویچ، بی‌شبهه ملاقات‌های گشاد و پرثمری در پیش ایستاده سطح عالی، توافق‌های مهم و لایحه‌های مشخص به همکاری فراگیر و سودمند جانب‌ها که سال‌های آخر با سرعت رشد دارد تکان نو می‌بخشد. بار دیگر شما را با این صحنه خاطرمان و فرخنده زندگیتان صمیمانه تبریک گفته برایتان صحتمندی کامل، سعادت روزگار و نیک و احوالی، در فعالیت پرمسئول دولتیتان کامیابی‌های نو، اینچنین به مردم برادر تاجیکستان صلح، پیشرفت بردوام و شکوفایی روزافزون آرزومندم. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفقت میرزیویف. امامعلی شریفوویچ محترم، تبریکات صمیمی و تمنیات نیک مرا به مناسبت زادروزتان بپذیرید. شما پیشوای از جانب تمام مردم خود اعتراف شده و خادم برجسته دولتی می باشید که واقعا هم در تشکل و رشد تاجیکستان صاحب استقلال سهم تاریخی گذاشته اید. استقرار صلح درازمدت و تحکیم وحدت ملت با نام شما پیوند ناگسستنی دارد. زیر راهبری قوی و خیرتمندانه شما تاجیکستان برادر به رشد استوار اجتماعی و اقتصادی نائل گردیده، آبرو و موقع خود را در عرصه بین المللی مستحکم نمود. باور دارم که مردم تاجیک در سمت استراتژی معین کرده اتان حرکت نموده با تطبیق نمودن اصلاحات فراگیر به هدفهای عالی که شما جهت بنیاد دولت موفق و شکوفا گذاشته اید خواهد رسید. من مناسبت‌های باوریناکمان را قدر نموده سهم بزرگ شخصی شما را در تحکیم رشته‌های دوستی و همکاری گوناگون پهلوی میان کشورها و مردمانمان خیلی با ارزش می‌دانم.
با تاکید آن که ما جهت تحکیم همه‌جانبه شریکی استراتژی و همپیمانی میان قزاقستان و تاجیکستان عزم قطعی داریم. به شما محترم امامعلی شریفویچ نیروی بی‌پایان، رفاه عائلوی و در فعالیت مسئولیتناک دولتیتان به نفع تاجیکستان برادر موفقیت‌های نو آرزومندم. پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توقیف. شما را صدقاً به مناسبت زادروزتان تبریک می نمایم. سیاست دولتی شما بر رشد استوار اجتماعی و اقتصادی کشور، افزایش نیکوحوالی مردم و تحکیم آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی مساعدت می نماید. امسال که با بازدیدهای مهم سطح عالی همراه بود، در تحکیم مناسبت‌های دوجانبه مرحله مهم گردید. گفت‌وشنیدهای پرمحتوای باثمر در فضای صمیمی، دوستی و سازنده انجام یافتند. از روی این ملاقات که بر رشد مناسبت‌های نیک و همسایگی قرقیزها و تاجیک‌ها و تعمیق باوری میان مردمان ما روانه شدند، توافقات مهم به دست آمد. باور دارم که همکاری میان قرقیزستان و تاجیکستان منبع نیز در روحیه احترام متقابل و شریکی تحکیم یابد. به شما محترم امامعلی شریفویچ سلامتی بردوام، سعادت عائلوی و رفاه و در فعالیت دولتیتان کامیابی، به مردم تاجیکستان صلح و شکوفایی آرزومندم. پرزیدنت جمهوری قرقیزستان صادر ژاپارov. محترم امامعلی شریفویچ، به شما تبریکات صمیمی و تمنیات بهترین خود را به مناسبت زادروزتان ارسال می نمایم. شما همچون خادم خردمند دولتی و دوراندیش طول سالهای زیاد ثابت قدمانه به نفع مردم خود زحمت می کشید. زیر رهبری شما اقتصاد تاجیکستان استوارانه رشد نموده، سطح زندگی اهالی بهتر و آبروی کشور در عرصه بین المللی بلند شده ایستاده است. سطح کنونی همکاری دوجانبه ترکمنستان و جمهوری تاجیکستان را بلند ارزیابی نموده، میخواستم سهم شخصی شما را در رشد مناسبت‌های دوستانه امان تاکید نمایم. با استفاده از فرصت عهده‌داری‌های خود را راجع به توسعه منبع‌های همکاری با تاجیکستان تاکید نموده، آمادگی‌مان را جهت دستگیری تشبس‌هایی که به گسترش شریکی متقابلا سودمند میان کشورهایمان روانه شدند اظهار می‌نمایم. در انجام به شما سلامتی بردوام، خوشبختی عائلوی و در کارهایتان کامیابی‌های نو به مردم برادر کشورتان صلح و شکوفایی آرزو می‌نمایم. پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف. صمیمی‌ترین تبریکات و تمنیات نیکی مرا به مناسبت زادروزتان بپذیرید. امروز به شرافت راهبری خیرتمندانه و خدمت صادقانه شما به نفع کشور، تاجیکستان ثابت قدمانه و با باوری با راه رشد درازمدت و همه‌جانبه پیش رفته ایستاده است. آن موفقیت‌های نظررس است که کشور برادر در جوده دولتسازی، رشد استوار اجتماعی و اقتصادی و بلند بردن سطح زندگی اهالی به دست آورده است، نتیجه سیاست دوربینانه و باثمر شما در منصب راهبری دولت میباشد. فعالیت پرمحصول شما و تجربه اداره‌کنی دولتیتان در حقیقت نه تنها باعث احترام و آبروی شما در بین شهروندان تاجیکستان، بلکه بیرون از کشور هم شده‌اند. خرسندی بخش است که امروز به شرافت توجه شخصی و دستگیری همه‌جانبه شما رابطه‌های بین دولتی آذربایجان و تاجیکستان که بر اساس پیوندهای بسیار عرصه برادری، دوستی و دستگیری متقابله بین مردمان ما بنیاد یافتند، انکشاف صفتا نو کسب نموده تا به سطح شریکی استراتژی رسیده به آنها همکاری فعال در همه سطح‌ها خاص می باشد. اشتراک شما را ماه ایولی سال روان در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی که در خانکندی برگزار شده بود با گرمی به یاد می آورم. باور دارم که تلاش‌های مشترکمان منبع نیز به افزایش تمام مجموعه همکاری دوجانبه در حیات تطبیق نمودن تشبس و لایحه‌های آینده‌دار که بر رشد و تعمیق شریکی استراتژی در دایره منفعت‌های مردمانمان و کشورهایمان روانه شدند مساعدت خواهند کرد. در این روز مهم به شما محترم امامعلی شریفویچ سلامتی بردوام، بخت و سعادت، نیروی ناتمام و در فعالیت مسئولیتناک دولتیتان به نفع مردمان تاجیکستان موفقیت آرزو می نمایم. پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیف. محترم پرزیدنت، برادر عزیز، جشن زادروز جناب عالی را از نام ملتم و شخصا خودم از صمیم قلب تبریک گفته برایتان سالیان زیاد سالم و آسودگی همراه از نزدیکانتان تمنا دارم. میخواهم بار دیگر اطمینان خود را اظهار نمایم که همکاری های نزدیک دوجانبه بین کشورهایمان که در اساس رابطه های مشترک تاریخی و فرهنگی زمینه میگیرند، در چهارچوب دوستی و همبستگی در دوره آینده نیز انکشاف آن ادامه خواهد یافت.
به این مناسبت بار دیگر به جناب عالی تنصیحاتی و سعادتمندی و به مردم دوست و برادر تاجیکستان آرامی و آسایش و شکوفایی آرزومندم. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان. شما را به مناسبت زادروزتان از صمیم دل تبریک می نمایم. خدمت فداکارانه شما به نفع تاجیکستان، سعی و تلاشتان جهت حفظ میراث غنی فرهنگ مردم تاجیک، همچنین سهمتان در تحکیم صلح و امنیت منطقوی سزاوار بهای بلندترین می باشد. باور دارم که سطح کنونی شریکی استراتژی همدیگر را دستگیری کردن جمهوری تاجیکستان و بلاروس اساس با اعتماد رسیدن به هدفهای بزرگ رشد اجتماعی و اقتصادی دو کشور و افزایش نیک و احوالی مردمانمان را تشکیل خواهد داد. من شما را همچون دوست دیرینه و خوب بلاروس میشناسم و باور دارم که فعالیت شبانه روزی شما در منصب بلند دولتی در آینده نیز به تعمیق تماس‌های دوجانبه بین مینسک و دوشنبه مساعدت خواهد کرد. با شما محترم امام علی شریفوویچ از صمیم قلب سلامتی بردوام برای سالهای زیاد سعادتمندی و در همه اقدامهایتان موفقیت‌های دائمی خواهانم. پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو. جناب عالی، تبریکات صمیمی و تمنیات نیک مرا به مناسبت روز تولدتان قبول نمایید. اطمینان دارم که تجربه بزرگ فعالیت دولتی و سعی و تلاش پیوسته شما در آینده نیز به رشد تاجیکستان و تقویت آبروی آن در عرصه بین المللی خدمت خواهند کرد. عنعنه‌های بسیار عصره دوستی و احترام و اعتماد متقابل مردمان ارمنستان و تاجیکستان جهت تحکیم و پیشبرد مناسبت‌های سودمند بین دولت‌هایمان تحکرسی مستحکم می‌باشد. اظهار باوری قوی می‌نمایم که مکالمه فعال در سطح عالی و عملی نمودن لایحه‌های مورد توجه جانب‌ها دورنمای نوی امیدبخش را به نفع مردمان ارمنستان و تاجیکستان باز خواهد کرد. با استفاده از فرصت به شما صحتمندی بردوام و در فعالیتتان موفقیت‌های نو به نو در راه صلح، نیک و احوالی و رشد تاجیکستان آرزو می‌نمایم. لطفاً جناب عالی اطمینان مرا جهت احترام عمیق بپذیرید. سروزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان. محترم امام علی شریفوویچ، تبریکات صمیمی و آرزوهای بهترین مرا به مناسبت زادروزتان قبول نمایید. زیر راهبری خردمندانه شما در تاجیکستان پیوسته سطح زندگی مردم بالا رفته، آبروی کشور در جامعه جهانی افزایش یافته ایستاده است. نقش روزافزون جمهوری تاجیکستان را در جستجوی راه حل مشکلات عمده معاصر مخصوصاً قید کردن لازم است. در عین زمان میان ترکمنستان و تاجیکستان در سمت‌های نو همکاری با ثمر صورت گرفته ایستاده است. با شما برای سهم بزرگتان در رشد مناسبت‌های بین دولتیمان عرض سپاس می‌نمایم. از این فرصت مناسب استفاده برده به شما محترم امام علی شریفوویچ از صمیم قلب سلامتی بردوام، رفاه و سعادت به مردم برادر تاجیک صلح، پیشرفت و شکوفایی منبعد آرزومندم. پیشوای ملی مردم ترکمن، رئیس خلق مصلحتی ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف. محترم امام علی شریفوویچ، بهترین تمنیات مرا به مناسبت زادروزتان قبول فرمایید. صفتهای شخصی شما، مهنت دوستی و تجربه غنی سیاسیتان به رشد و شکوفایی تاجیکستان، تقویت منبعد آبروی آن در عرصه بین المللی مساعدت می‌نمایند. با کشور شما در آینده نیز رشد و پیشرفت خواهانم. من همیشه همه واخوری و صحبت‌هایمان را به نیکی یاد می‌کنم. در این روز خاطرمان به شما محترم امام علی شریفوویچ سلامتی بردوام، نیروی انجام ناپذیر، نیک و احوالی عائلوی و به مردم برادر تاجیکستان سعادتمندی و شکوفایی آرزومندم. پرزیدنت یکم جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف. محترم امام علی شریفوویچ، از نام حکومت فدراسیون روسیه و شخصا از نام خود شما را به مناسبت زادروزتان صمیمانه تبریک میگویم. جمهوری تاجیکستان زیر راهبری شما با باوری در راه رشد اقتصادی ملی و بهبود نیک و احوالی شهروندان تاجیکستان قدم گذاشته ایستاده است. میخواستم سهم نظررس شما را در تحکیم مناسبت‌های روسیه و تاجیکستان که بر اساس اصول دوستی، شریکی استراتژی و همپیمانی بنیاد یافتند مخصوصاً قید نمایم. با مقصد اجرا نمودن قرارهایی که در سطح عالی قبول گردیدند، همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری توسعه یافته، لایحه‌های بزرگ مشترک در ساحه‌های انرژتیک، صنعت، اینفراستراکتور نقلیات، علم، معارف و ساحه‌های دیگر تطبیق شده ایستادند. باور دارم که افزایش همکاری عملی و به تطبیق رساندن تشبس‌های نوی برای جانب‌ها سودمند در ساحه‌های گوناگون کاملا جوابگوی منفعت‌های فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان میباشد.
واخوری‌هایمان را که همیشه با شما در فضای سازنده و اعتماد صورت می‌گیرند با گرمی به یاد می‌آورم. با شما محترم امامعلی شریفوویچ از صمیم قلب سلامتی بردوام و رفاه و در فعالیت مسئولیتناک دولتیتان کامیابی‌های نو آرزومندم. رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین. محترم امامعلی شریفوویچ، شما را به مناسبت زادروزتان مبارکباد میگویم. شما عمر خود را برای خدمت به نفع مردم خود بخشیده اید. زیر راهبری شما تاجیکستان در ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی به موفقیت‌های نظررس نائل گردیده موقع خود را در عرصه بین المللی استوار نمود. سهم شما در توسعه مناسبت‌های دوستی کشورهایمان شایان احترام است. به شما سلامتی بردوام و تمام خوشی‌ها را تمنا دارم. ویچسلاو والودین، رئیس دومه دولتی مجلس فدرالی فدراسیون روسیه. جناب عالی، تبریکات صمیمی ما را به مناسبت زادروزتان بپذیرید. با تاجیکستان مستقل و صاحب اختیار میسر شده ایستاده است که با اکثریت کشورهای جهان مناسبت‌های نیکو همسایگی و دوستی را برپا نماید. در این جهت سیاست سنجیده زیر راهبری شما که اساس آن را شفافیت، خیرخواهی و قطعیت که خاص شما آن تشکیل می‌دهد نقش خاص می‌باشد. این به صورت کامل در سازمان همکاری شانگهای ظاهر می‌شود. با صفت یکی از اساسگزاران سازمان شما با روند توسعه روزافزون مناسبت‌های گوناگون جنبه در منطقه جوابگری سازمان همکاری شانگهای تحکیم ثبات و امنیت منطقوی سهم بزرگ می‌گذارید. با قناعتمندی مناسبت سازنده تاجیکستان را بر رشد همکاری متقابلا سودمند در دایره سازمان همکاری شانگهای و مرحله‌های راهبری جمهوری را که با آنها تشبس‌های عمده و نتیجه‌های ثمرناک به نفع همه دولت‌های اعضا خواستند قید می‌نماییم. جناب عالی، اجازت فرمایید که با شما صحتمندی کامل، نیکی‌های روزگار و شکوفایی به مردم تاجیکستان صلح و نیکو احوالی آرزو نمایم. کاتب گنرالی سازمان همکاری شانگهای نورالله یرمیکبایف. امروز صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف برگزار گردید. پرزیدنت قزاقستان ضمن صحبت پرزیدنت تاجیکستان را به مناسبت زادروزشان صمیمانه تبریک گفته به سرور دولت ما صحتمندی کامل و در فعالیت پرمسئول دولتیشان کامیابی‌های روزافزون آرزو نمودند. سران دولت‌ها همزمان در رابطه با مسائل‌های علیحده مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند تاجیکستان و قزاقستان در دایره شریکی استراتژی و همپیمانی ابراز نظر نمودند. جانب‌ها اوید به ادامه سعی و تلاش‌های مشترک جهت پیشبرد باثمر روابط دو کشور اظهار آمادگی کردند. در ضمن پرزیدنت‌های تاجیکستان و قزاقستان اوید به مسائل دیگری مورد توجه طرفین تبادل افکار انجام دادند. امروز صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری بلاروس محترم الکساندر لوکاشنکو برگزار گردید. پرزیدنت جمهوری بلاروس با پرزیدنت تاجیکستان با مناسبت زادروزشان صمیمانه تبریک و شادباش عرض نموده با سرور دولتی ما صحتمندی کامل و در فعالیت دولتیشان به نفع کشور و مردم آن کامیابی‌های روزافزون آرزو نمودند. سران دو کشور در رابطه با روند رشد مناسبت و همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و بلاروس در دایره شریکی استراتژی و دورنمای آن ابراز اندیشه نمودند. پرزیدنت بلاروس به نقش سازنده پیشوای ملت در این جهت مخصوص تاکید کردند. ضمن صحبت همزمان در رابطه با دیگر مسائل مورد توجه طرفین تبادل افکار صورت گرفت. امروز صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف برگزار گردید. در این ضمن پرزیدنت ازبکستان پیشوای ملت را به مناسبت روز تولدشان صمیمانه تبریک و تهنیت گفته به سرور دولت ما سلامتی بردوام، عمر با برکت و در فعالیت دولتیشان کامیابی‌های بی‌نظیر آرزو نمودند. در ادامه صحبت سران دو کشور اوید به حالت و دورنمای مناسبت‌های دوستانه و همسایگی نیک در دایره شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان اظهار اندیشه نمودند. سران دولت‌ها از ادامه تلاش‌های مشترک جهت توسعه منبعده و پیوسته روابط و همکاری‌های سودمند جانب‌ها مطابق به منفعت‌های اصلی مردمان دو کشور استقبال نمودند. ضمن صحبت همزمان اوید به مسائل دیگری مورد توجه طرفین مبادله افکار صورت گرفت.
امروز صحبت تلفنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین برگزار گردید. در آغاز صحبت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سرور دولت ما را با زادروزشان صمیمانه تبریک گفته تمنیات نیک خود را ابراز نمودند. با اظهار مینتداری برای تبریکات گرم و صمیمی پیشوای ملت تاکید کردند که تمنیات نیک او را به تمام مردم تاجیکستان منسوب می‌دانند. در ادامه صحبت سران دولت‌ها حالت کنونی و دورنمای رابطه‌های بین دولتی دو کشور که در اساس اصولهای شریکی استراتژی و همپیمانی صورت می‌گیرند مورد اظهار نظر قرار دادند. پرزیدنت‌ها همچنین اید به جدول ملاقات‌های سطحی عالی در پیش ایستاده و دیگر مسائل مبرم مورد توجه طرفین تبادل افکار انجام دادند.